فرشید اسماعیلی بلند و کشیده درون محوطه جریمه، ضربه سر رو میزنند، موقعیت برای فجر و به هر شکل حبیب فرعباسی هست که توپ رو کنترل میکنه. هلیچی به دنبال بازیکن خالی، شروین بزرگ با قدرت بدنی که داره، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی به روی دروازه، موقعیت برای استقلال، برای فجر و ضربه فرشید اسماعیلی. دو موقعیت قبلی رو که میثم مرادی حرکت کرده فرشید زده، این بار هم به همین شکل فرشید اسماعیلی به روی دروازه، ضربه سر از بازیکن‌های استقلال، پشت محوطه جریمه، ضربه مسعود ریگی، گودرزی ارسال به روی دروازه، موقعیت برای سرخیزان که توپ رو فجر دور کردن. حسین شهابی میتونه یه ضد حمله رو سر شکل بده یا خیر که استقلالی‌ها توپش رو زدند. صالح هردانی، اون سمت یاسر آسانی، توپ روی پای چپش بود با مهران احمدی درون محوطه جریمه، فرصت برای یاسر آسانی، ضربه رو هم میزنه. سامان فلا، صالح هردانی به استقبالش میاد حسین شهابی، صالح بلند برای یاسر آسانی، اونجا سینا شاه عباسی درون محوطه جریمه به راحتی پنالتی میده. سینا شاه عباسی، غلامزاده آماده و مهیا درون دروازه، بازیکن دو تیم پشت محوطه جریمه قرار گرفتن. یاسر آسانی، غلامزاده، آیا عرب براقی بازیکنای فجر رو یه قدری عقب‌تر راهنمایی میکنه. حالا بعد اجازه بده تا ضربه پنالتی رو بزنن. یاسر آسانی، غلامزاده، دروازه فجر، حالا باید بزنه یاسر آسانی با پای چپ میزنه و توی دروازه گل برای استقلال به ثمر میرسه. محمد آژیر هست که توپ رو قصدش دور کنه، ناموفق، گوشه زمین فجر. یاسر آسانی و استقلالی‌ها که دست بردار نیستند. صالح هردانی، این سمت کوشکی در مساف با هلیچی، کوشکی درون محوطه جریمه به روی دروازه و باز هم پنالتی. توپ برخورد کرده به دستان بازیکن فجر و خیزان و غلامزاده پنالتی گیر هست. ببینیم در این صحنه چه میکنه که توپ از کنار دستش به درون دروازه میره و گل دوم استقلال به ثمر میرسه. با مربیگری های ریکاردو ساپینتو ببینیم در نیمه دوم تدارک فجری ها بعد از خوردن دو گل چه خواهد بود و تفکرات آقایان پیروز قربانی و ریکاردو ساپینتو برای نیمه دوم چه نتیجه رقم خواهد زد. اشتباه فرب غلامزاده و ضربه‌ای که سعید سرخیزان زد. رامین رضاییان و محمد حسین اسلامی به ترکیب خواهند آمد و یاسر آسانی از ترکیب خارج خواهد شد. اونجا یک کشمکشی هست بر سر اینکه بازوبند کاپیتانی رو کدام بازیکن ببنده. بازوبند رو صالح هردانی داد به رامین رضاییان. علیزا کوشکی با پای راست به روی دروازه، فرصت برای استقلال در محوطه جریمه است، پشت محوطه محکم ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه گل. یک بار دیگه با هم ببینیم دفعه توپی که فجری ها انجام دادن، توپ به پشت. بازی هم به